صحبت میکنیم که نه بابا کی میگه اصلا افتضاحم من. اینا یه سندرومی دارن به اسم شیاد پنداری، یعنی خودشو شیاد میدونه، فکر میکنه من یه شیادی هستم که بقیه دارن من گول میزنن. اگه از ویژگی های مثبت من میگن دارن من گولم میزنن. اصلا اینجوری که اینا میگن نیست. کیا اینجا هستن که وقتی کسی ازشون تعریف میکنه، وقتی به خودشون مراجعه میکنن میگن که نه بابا داره خالی میبنده، میخواد دل من خوش بشه؟ دست بالا. من 3 سال این مدلی بودم، ولی بعد 3 سال واقعا شروع کردم به دوست داشتن خودم. و الان هر روز صبح جلو آینه وای میستم و کلی قربون صدقه خودم میرم و با این قضیه حالم. یکی از دلایلی که مرسی ازتون، یکی از دلایلی که باعث میشه آدما کارشون رو شروع نکنن یا اگر شروع کردن مدام به بنبست بخورن همینه. فکر میکنه من توانمندیای لازم رو ندارم، من به اندازه کافی خوب نیستم. در واقع منفی گرایی میشه. اصلا ذات مغز منفیه نسبت به خودش.